بسم الله الرحمن الرحیم. به نام حضرت دوست که هر چه داریم از اوست. عرض سلام و درود خدمت همه بزرگواران در ادامه معرفی بازی‌های گروهی در یک فضای فرح بخش می‌خوایم داشته باشیم ادامه این بازی‌ها را. فضای اردو و بازی‌های اردویی مکان بسیار مناسبی هستش برای آموزش‌های متعدد و متنوع، مخصوصاً آموزش بازی‌های گروهی و آموزش مهارت‌های خاص. یکی از کارهای خوبی که در کار تشکیلاتی انجام میشه و کار اردو داریم بحث حمل مجموعه است که در امداد نجات استفاده میشه. ما امروز میخوایم حمل مجموعه 2 نفره رو به صورت بازی گروهی رقابت انجام بدیم. گروه های ما 3 نفره هستند، 2 نفر حمل کننده و 1 نفر مجروح. با صدای سوت 2 نفر حمل کننده با هماهنگی هم باید برسن به محل مجروح رو به صورت صندلی 2 مچ هم بکنن تا مکان مورد نظر. هر تیمی که زودتر برسه برنده است. بریم ببینیم چی کار میکنیم. دیگه از این رقابت مهیج حمل مجموع با صندلی هست. 2 نفر هم کننده، یکی جلوی صندلی یکی پشت صندلی، با صدای سوت مربی میرسن به محل مجموع صندلی سوار میکنن و از خط پایان عبور میکنن. هر تیم زودتر عبور کرد قطعا برنده است. بریم داشته باشیم بازی رو. بازی گروه بعدی یک بازی زیبای دیگه هست به نام راه رفتن با چوب. ما اینجا 2 نوع چوب داریم، چوب 4 نفره و چوب 2 نفره. هر تیم 6 نفر هستن. 4 نفر اول که با هماهنگی هم که یک رهبر هماهنگی میکنه با شماره که بین خودشون دارن با نظم میرسن به خط آخر و سپس گروه 2 نفرشون حرکت میکنه به طرف خط پایان. هر تیمی که اون 2 نفر زودتر رد بشه برنده است. بریم داشته باشیم راه رفتن با چوب رو. بازی گروه بعدی که در بین دانش آموزان خیلی رواج داره و ازش استفاده میکنند که اسمای متعددی داره. استوب هوا یا توپ رو بنداز بالا صدا کن و اسمای دیگه. این بازی تشکیل شده از همه بچه‌هایی که توی کلاس ما هستن یا تو گروه ما هستن یا تو اردوی ما هستن. به چه شکله؟ ابتداعاً یک مربی یا استا وسط میدون ما میسته، بقیه دورش حلقه میزنن. همه دانش آموزان یک شماره میگیرن به این ترتیب: شماره 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19. ما 19 تا شرکت کننده داریم. خب استا توپ رو وسط دایره ها میسته و مستقیم باید بالا بندازه، مستقیم، نباید کج اینور باشه. توپ که انداخت بالا صدا میزنه، مثلا شماره 3 اگر بیا توپ رو هوا بگیره میتونه دوباره بالا بندازه یک شماره دیگر اعلام کنه. ولی اگر توپ افتاد باید فرمان ایست بده و بقیه هر جا که هستن باید بایستن. فضای ما مشخص، زمین همبال هست. خب این آقایی که توپ دستشه به طرف هر کس که توپ زد و برخورد کرد، اون نفری که توپ بهش برخورد کرده از بازی خارج میشه. ولی اگر برخورد نکرد خودش از بازی خارج میشه و اون آقایی که مورد اصابت قرار نگرفته میشه استا و میاد وسط دوباره شماره میندازن تا اینکه آخرین نفر از بازی خارج بشه و برنده مشخص باشه. برو شروع کنیم بازی رو. بله. آماده، حاضر، شماره 10. استوب. دوباره بنداز. 5 دوباره بنداز. 7 از زمین خارج نشید، محدوده. آقا نشونه بگیر. کجا نشونه؟ از زمین خارج نشو. کجا میتونی نشونه بگیری؟ سری تکون نخواه سری جان.
آسقل آباری کله چه نشونی گیری برای برخورد نکرد. برو بیرون بیا اینجا افتخار رو دست بزنید. دست خب نفری که تو بتاعش پرتاب شد شمایی الان استاد میشه کسی که تو بهش بتاعش پرتاب شد ولی برخورد نکرد. خدمت شما ادامه بازی. حاضر؟ پس روی آقا برخورد کرد ایشون از بازی خارج میشه. تو بده یه دست میخوام بزنم به افتخار خودتون که قشنگ اینجا میکنی. گفتم یک دست، یک دو تا، یک دو سه تا، یک دو سه چهار تا، یک آماده. یک دو سه چهار برو ادامه بازی. ماشاءالله تا اینکه ببینیم کی برنده میشه. خیلی یه بازی مفرح و مهیج دیگه حمل بادکنک با ضرباتی که توسط هر تیم زده میشه به خط پایان است. هر تیمی بتونه که تعداد نفرات به همراه بادکنک زودتر از خط رد بشه برنده بازی است. بازی ساده است ولی بسیار مهیج. بریم داشته باشید. خب یه بازی زیبای دیگه که به صورت امدادی و تیمی ما میتونیم برگزار کنیم در بازی‌های گروهی و بازی‌های مدرسه‌ای. حمل توپ با چوب بدمینتون هست. هر نفر یک توپ داره و هر تیمی یک چوب بدمینتون. راکت بدمینتون. دوستان توپ رو با راکت بدمینتون باید حمل کنن داخل سطح تیم خودشون بندازن و سریع حرکت کنن برگردن راکت بدمینتون رو تحویل نفر بعدی بدن و همین ترتیب تا نفر آخر نفر پنجم که توپشو بندازه و از خط رد بشه و هر تیمی که نفر پنجمش زودتر از خط رد شد برنده مسابقه است. یه بازی گروهی زیبای دیگه که میتونیم استفاده کنیم در برنامه‌های اردویی و همچنین مدرسه یه بازی امدادی هست. حمل توپ به اشکال مختلف هست. مربی سود میزنه نفرات، مثلا مربی میگه از سمت راست با توپ از سمت راست انتقال بده به نفرات بعدی. نفر آخر با توپ بیاد نفر جلو وایسه. مربی با شکل کار عوض میکنه. توپ از سمت چپ با توپ از سمت چپ عبور بدن یا گاهن میگه از بین پا. به ترتیب همین جا عوض میشه تا اینکه آخرین نفر پا دست به توپ باید از محل خط پایانش عبور بکنه و هر تیمی که زودتر با توپ رد شدن برنده هستن. حاضرین؟ بله. بسم الله.